زیرا که خواب پیامبر برادران عزیز همچنان است که او در بیداری دیده است. یک باب مخصوص هست در صحیح بخاری در زیر حدیث 7047 تعبیر رؤیا بعد از صلات صبح گفتگی یک باب دارد امام بخاری. در همون این خواب پیامبر آورده شده است. برادران و خواهران گرامی، هرگاهی که حضرت نماز بامداد را انجام میداد، بعد او به طرف مردم مسلمان میگشت و میگفت هر که هر خواب دیده است بیان کند. اونها خوابهاشون را میگفتند و پیامبرمون تعبیر میکردند. روز حضرت وقتی که از خواب مردم خواست آگاهی پیدا کند، کسی خواب ندیده بود و حضرت خودشان در بین اصحابش گفتند اکنون گوش کنید، امشب من خواب را دیدم و برای شما این خواب را حکایه میکنم. حضرت گفتند دو نفری نزد من آمدند و مرا گرفتند و به یک سرزمین بردند. اولین ملاقاتی که داشتم، ملاقات من این بود که یک نفری را دیدم که در زمین خوابانده بودند. یعنی یک نفری را در زمین، اون ملائکه های عذاب بودند که او را در زمین خوابانده بودند و نمیگذاشتند که او از جای خوابش بلند شود. یک نفر دیگری را وابسته کرده بودند، در دستش یک سنگ بود و با او سنگ با دو دست می برداشت و در سر این نفری که خوابانده شده بود در سر این می زد. سر این وقتی که گویم به زمین راست می شد، میده می شد، تیکه تیکه می شد، سنگ از جای زدگی کمی میگه جر می شد، پایان می رفت و این نفری که می زد به سر سنگ می رفت تا سنگ را دویم بار آورده باز در سر این نفری خوابیده بزنند. تا زمانی که سنگ می آورد، پیامبر ما گفت نگاه کردم همون سری به زمین راست شده، همون سری که تیکه تیکه شده بود همش با جمع شد، با همون مثل اوله شد. باز این نفر می آمد می زد و باز همون سر تیکه تیکه می شد. همین گویم در بالای این نفر تکرار می شد. برادران و خواهران عزیز، الله رحمت کند جناب جنونی را می گفت نداری طاقت یک زخم سوزن، نمی ترسی چرا از سوز گلخن. ما طاقت یک زخم سوزن نداریم. یک خار اگر، یک تیزی اگر در پای ما، در دست ما میزند چقدر درد میابیم. تصور کنید که اون نفری که دست او را قپیدن، پای او را قپیدن و با این سنگ وزنین در سر او میزنن، اون چقدر درد بیابه، اون چقدر بگیم مشکلاتی را احساس کنم. پیامبر گرامی این حالت دید. البته پیامبر که رحمت برای عالمیان بود، حضرتی بود که سر به سر پر وجودش رحم کی بود، دلش به این نفر سوخت و پرسید که این نفر کیست. زمانی که حضرت می پرسید، این دو نفری که حضرت با او سرزمین بردن و بگیم از حالت این مردم او را آگاه کردنی شدن، اینا فقط یک گپ میزنن انطلق، یعنی شتاب کن تا دیگر نفرهایی که مثل این هستن اونها را هم ببینی. لیکن حضرت میرفت دیگر شمیدید، میرفت دیگر شمیدید. اخیراً بعد این دو نفر از حال اینها آگاه کرد. ولی من میخواهم از حال هر کدامش درو شما را خبر تیم و
این برای شما بهتر است و این برای شما در گوش کردن باز سبکتر می آید. این نفری که در زمین خوابیده بود و او را می زدن، سری او را تیکه می کردن، با پیامبر خبر دادن که این آدم در دنیا حافظ کل قرآن بود. برای چی خداوند به این پستی، به این ذلت، به این خواری او را برد؟ برای چی؟ برای آنه که این بعد حفظ قرآن دیگر به قرآن روی نآورد، قرآن را دیگر کتاب پوشانید، در یک کنار گذاشت و دنبال مقصد کار و باری خودش شد، به بیهودگویی و به بیهودکاری دیگر سرگردان شد، یا گویم دنبال این دنیای فانی را گرفت و دیگر از این مقام و منزلتی که داشت حافظ کل قرآن دیگر ای را فراموش کرد و گفتن به پیامبر که این بعد آنی که قرآن کنار گذاشت دیگر به قرآن روی نآورد و بازم این نمازهاش ده هم به اهمیتی میکرد، نمازهاش هم گاه وقت میخوان گاه وقت نمیخوان. خداوند به سبب این را به این سختی و به این مشکلات، به این خواری الله مهربان او را روبرو کرد. حافظای قرآن، قاریای قرآن، گوش اندازین. این حالتی هست که پیامبر به چشم سر دیده است و این حالت به سر انعامون قاریایی که در دنیا قرآن ترک کردین، به قرآن دیگر میل پیدا نکردین، بلکه به کار دیگری دست زدین، حال شما در روز قیامت انا همین است. شما یک چیز باید دانین، حافظای قرآن، قاریای قرآن، که پیامبر گرامی میگو خیرکم من تعلم القرآن، بهترین امتی من کسی است که او به قرآن مشغول است، او قرآن میخواند، او قرآن را حفظ میداند. پیامبر گرامی میگو ان الله یرفع بهذا الکتاب اقواما و یضع به آخرون. با این کتاب خدای مهربان بعضی های شما را درجه و مقام میدهد، بعضی هاتون از پشت این کتاب با خار و ذلیل میشه. بین زمانی که با قرآن بودی، زمانی که حافظ کل قرآن بودی، چقدر احترام داشتی، چقدر عزت داشتی، چقدر نیکی های زیاد به وجود می آوردی. ولی وقتی که از این قرآن دور شدی، الله میگه به خاطر این کتاب من ترا خار و ذلیلت کردم. از این لحاظ برادران یا خواهران گرامی که شما حافظ قرآن باشین، به قدر این مقام و مرتبتان رسین. هیچگاه قرآن از خودتان دور نکنین، زیرا که وقتی که شما به این مقام رسیدین، این یک عطیه خداوندی بود، این یک مهربانی خدا بود. شما دانید که از پشت شما یک حافظ قرآن اگر در خانه باشد، همه ما خاندان در پیش خداوند محترم است. همه اینها را تو در روز قیامت شفاعت میکنی، دستی همه یا را گرفته میتانی. در او خاندان یک نور است، در او خاندان یک برکت است، در او خاندان خیر است. بین وقتی که در او خاندان حافظ کل قرآن هست. ولی وقتی که بین قرآن از قرآن دور شدی، دیگر مقام و مرتبه را به دست خودت پرتافتی، حال تبین در روز قیامت که چی هست. این اولین نفری بود که پیامبرمان در اونجا با او واخورد.